ضمن نشست گفته شد که در ساختار دانشگاه خدمات رکتور 3 ریاست، 12 شعبه، 8 بخش، 12 مرکز، 5 فاکولته طبی، پدیاتری، طبی پروفیلاکتیکی، استоматологی، فارماسیفتی، پژوهشگاه طبی بنیادی، 62 کافدرا از جمله 36 کافدرای کلینیکی، 18 کافدرای طبی نظریوی، 8 کافدرای عمومی تعلیمی، 20 شورا و 27 آزمایشگاه تعلیمی و علمی فعالیت میکنند. کافدراهای کلینیکی دانشگاه در پایگاه‌های 45 مؤسسه‌های طبابتی و پروفیلاکتیکی جایگیر است که از آنها 15 مؤسسه طبی، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، 30 مؤسسه ریاست تندرستی شهر دوشنبه می باشد. در دوره حساباتی در دانشگاه تعداد دانشجویان 13772 نفر را تشکیل می‌دهد و یک جای با معسلین بعد دیپلمی علمی و معالجوی شماره عمومی تحصیل کنندگان دانشگاه 15892 نفر را تشکیل می‌دهد. در سال 2025 در دانشگاه 1890 نفر محصلین خارجی از 26 کشور دنیا تحصیل نموده ایستادند که از آنها در سطح تا دیپلمی 1857 نفر دانشجویان و بعد دیپلمی علمی 16 نفر، بعد دیپلمی معالجوی 17 نفر از هندوستان، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، افیوپیا، فنلاندیا، رواندا، زیمبابوه، افغانستان و فدراسیون روسیه تحصیل میکنند. ابراز گردید که مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا در اساس اجازتنامه عاید به پیشبرد فعالیت تعلیمی در ساحه تحصیلات طبی و فارماسیفتی از روی 5 اختصاص کار طبابتی، پدیاتریا، تشکیل حفظ سلامتی جامعه، استоматологія و فارماسیا متخصص آماده می نماید.